سلام. یه سری سوال پرسیده بودیم برای فرق تونر و میسلار واتر. من فکر کنم تو پستای قبلی هم گذاشته بودم. یه توضیح کلی بدم بچه‌ها. تونر پاک کننده آرایش نیست، پاک کننده منافذ صورته. میسلار واتر یا پاک کننده آرایش چشم که هر دو تا محصول رو ما داریم، اینا برای پاک کردن آرایشه. اگر فقط چشماتون و لباتون آرایش می‌کنین و هیچ کرمی حتی ضد آفتاب نمیزنین که خب کار بدی می‌کنین، ولی میتونید از پاک کننده آرایش چشم استفاده کنید. ولی اگر صورتتون کامل آرایش داره، حالا یه ضد آفتاب میزنید و حالا چشمتون و لبتون یکم آرایش داره، از میسلار واتر استفاده کنید که ما مناسب هر نوع پوست رو داریم، هم چرب‌ها هم خشک‌ها. و بعد از میسلار واتر نیاز به آب کشی، میسلار واترهای حنا نیاز به آب کشی نداره. من خودم یه آب میزنم صورتمو چون وسواس دارم، ولی میتونید آب کشی نکنید. ولی بعدش تونر بزنید. حالا اگه چه با صابون میشورین بعدش چه نمیشورین، تونر که بزنید تمام منافذ پوست رو تمیز میکنه. حالا من بعدا یه پست هم میذارم که ببینید منافذ چجوری توش آلودگی میشینه. اگر تونر نمیزنین حتما پیله ابریشم استفاده کنین که منافذ پوستتون تمیز بشه. سوالی داشتین برای ما کامنت کنین.